سلام، وقت همه بخیر. امید که خوب و جور صحت با لباس عافیت بر تن باشید. همانطور که قبلا سیستم جامع مدیریت کلینیک و نسخه نویس دیجیتال خود را در قالب یک ریلز برای شما به اشتراک گذاشته بودیم، این بار هم همین سیستم را گام به گام و قدم به قدم همچنان با نحوه استفاده از این سیستم برای شما به معرفی میگیریم. پس بدون ضیاع وقت شروع میکنیم به معرفی سیستم جامع مدیریت کلینیک ها و نسخه نویس دیجیتال. پس میریم از هر تب، فقط در نخست یک بار میبینیم. بعد از اینکه تب ها رو دیدیم دوباره میریم سر هر تب، با وضاحت صحبت میکنیم، میبینیم کدام کارها رو انجام داده میتوانند. پس تب نخست تب صفحه اصلی است که به خاطر انالایز هست. انالایز میکنه تمام مثلا تعداد مریض ها را، نسخه ها را، تعداد ادویه و تحویل شده ها را. گذشته از او بعض موارد دیگه هم هست که باز بعدا در مورد از اینا دوباره پس صحبت می داشته باشیم. تب مریضان مربوط تمام مریضان که پیش شما ثبت هست را نمایش میده. یعنی دکتر صاحب یا هم کسی که مربوط بخش ریسپشن هست میتونن اینا رو اضافه بکنن و همچنان اگر خواسته باشن دوباره میاین و مشخصات از اینا رو چک میکنن. تب بعدی مربوط تب نسخه ها میشه. تمام نسخه هایی که بر مریضان داده شدن یا هم تمام نسخه هایی که دکتر صاحب بر مریضا دادن و در بخش شفاخانه دوباره پس اینا چک میشه. در این قسمت بررسی میشن و دیده میشن. تب بعدی مربوط ادویه هست. تمام ادویه های مربوط به ما و شما یا مربوط همون کلینیک یا جایی که بعضی جاها هست که مشخصا در یک رشته کار میکنه یا فقط مثلا بخش الرژی را متوجه هست یا کدام مورد دیگر، تمام دواهایش در این قسمت نمایش داده میشن همراه با مشخصاتش. تب بعدی مربوط کاربران هست. کاربران به 4 دسته تقسیم میشن. ادمین هست، دکتر صاحب ها هستن، بخش فارماسیست ها هست و همچنان بخش ریسپشن هست که هر کدام از اینا باز مشخصات خودشان را دارن. بعدا ان در مورد از اینا صحبت خواهد شد. تب فعالیت ها در کل در مورد گزارش ها هست. تمام گزارش فعالیت ها مثل ثبت مریض، ورود به سیستم، ویرایش دوا، حذف مریض و امثال از اینا را در بر میگیره. و همچنان تب آخری مربوط تنظیمات یا همستنگ میشه که میتونیم مثلا نام جای را یا همی است که اطلاعات پروفایل و پشتیبانگیری یا هم بکپ و ریستور را تمامش از این قسمت ست بکنیم یا هم استفاده بکنیم. در قسمت پایین نام ادمن نوشته شده و همچنان میشه لاگ اوت بکنین و در قسمت بالا هم نام کلینیک را میتونید در این قسمت ثبت بکنید. پس بریم از تب اول صحبت داشته باشیم. در مورد تب اول، تب اول کلا تمام موارد از بخش مریضان، نسخه ها، تعداد ادویه، تحویل داده ها و رد شده ها را بر ما شما انالایز میکنه که در قسمت بالا سمت چپ میتونیم از این قسمت برش فیلتر ایجاد بکنیم. یعنی نظر به یک هفته گذشته، یک ماه گذشته یا هم امروز که هدف از روز اصلی هست یا امروز هست میتونیم این را ست بکنیم. بعد از اینکه را ست کردیم باز تمام تعداد مریض ها، نسخه ها و ادویه و دیگه موارد را تمامش را بر ما شما نمایش میدن. هر مریضی که اضافه میشه در این قسمت هم اضافه میشه. هر نسخه‌ای که داده میشه نوشته میشه در این قسمت نمایش داده میشه. هر چقدر دوا که ما شما در بخش مدیریت ادویه داریم در این قسمت نمایش داده میشه. همچنان دواهایی که دوباره تحویل داده شده، نسخه هایی که تحویل داده شده در این قسمت و نسخه هایی که رد شده هم در قسمت پهلوش به نمایش گذاشته میشه. وضعیت نسخه ها که هست در کل مربوط به نسخه های رد شده و نسخه هایی هست که تحویل داده شدن که فعلا فقط یک نسخه تحویل داده شده و نسخه های رد شده صفر هست. به او خاطر نسخه رد شده را به نمایش نمیگذاره. همچنان تعداد نسخه ها در هفته جاری را که فعلا چون کدام مورد خاص نیست به او خاطر این گراف چیز رو نمایش نمیده، ولی در کل بعدا اگر تعداد زیاد میشه تمام از این همچون گراف نمایش میده و دیده میتونید. همچنان اخیراً مریض هایی که برای ما و شما را آمدن ثبت نام شدن یا راجستر شدن در این قسمت نمایش داده میشه. یک چند نفر آخر یا چند مریض آخر و نسخه های اخیر هم که باشه در این قسمت نمایش داده میشه. تب مریض ها که هست اگر میریم مورد از این تب شویم در قسمت بالا خود سرچ داریم. میتونیم سرچ بکنیم و تمام مریض هایی را که داریم نظر به اسمشان، نظر به مثلا آیدیشان و امثال از پیدا بکنیم. اگر ما برم یک مریض را اینجا سرچ بکنم مثلا ولی، باز تمام مواردی که مربوط از امو شوه یا هم هر مریضی که به امو اسم باشه میشه او رو پیدا بکنیم که فقط با نوشتن نام از اون نفر یا هم مثلا با نوشتن آیدی از او میتونیم به بسیار راحتی اونا رو پیدا بکنیم و مثلا بتونیم مشخصات از اونا رو چک بکنیم از این قسمت و مثلا جنسیت از اونا، آخرین دیدار و دیگه مواردش رو میتونیم چک بکنیم، سنش رو، گروپ خونش رو. و همچنان اگر خواسته باشیم میتونیم مریض هایی که فرض مثال اشتباهی اومدن اضافه شدن یا همی است که باید حذف شوند رو میتونیم از این قسمت حذف بکنیم. در قسمت پهلو این قسمت بالاتر نسبتا اولا که تعداد مجموعی تمام مریض ها را گفته، بعد از او هم افزودن مریض هست. اگر بخوایم جدیداً کدام مریض را اضافه بکنیم میتونیم از این قسمت استفاده بکنیم. مثلا من نام از این میمانم یاسین
نام پدرش را میمانم علی. قسمت پایینتر انتخاب جنسیت هست که ما میل انتخاب میکنم. همچنان میتونیم سن و سالش انتخاب بکنیم، 50 ساله. گروه خونش مورد بدی است که نسبتا مهم هست، مثلا می مثبت میگیرم. همچنان یک شماره تلفن برای از این مریض ما میدیم. قسمت پایینتر ما چون مشخص فعلا برای بخش الرژی جور کردیم که بعدا امکان تغییر کردن را داره و نظر به مثلا ارگانایزیشن شما یا هم نظر به کلینیک هر مورد دیگه که شما خودتان دارین میتونیم نوعیت هایش را باز چنج بکنیم. فعلا فقط برای الرژی یا هم حساسیت ها هست، ولی باز اگر شما خواسته باشین میتونیم تغییرش بدیم و به چیزی که شما نیاز دارین چنجش بکنیم. بعد از اون میایم روی ثبت مریض میزنیم. بعد از اینکه روی ثبت مریض زدیم برای شما یک ایدی برای مریض میته و همون ایدی در این قسمت هم نمایش داده میشه. توسط از او میتونیم هم مریض رو جستجو بکنیم و هم نام و مشخصات و دیگه مواردش را از قسمت پهلویش میتونیم چک بکنیم. این بود از قسمت یا هم از تب مریض ها. خب تب بعدی که میخوایم در موردش صحبت داشته باشیم تب نسخه ها هست. در این تب ما شما میتونیم تمام نسخه های موجود رو ببینیم، همچنان میتونیم نسخه جدید ایجاد بکنیم. نسخه های موجود در این قسمت نمایش داده میشه. همچنان میشه نسخه ها را نظر به آیدی که دارن سرچ بکنیم و میتونیم نسخه جدید همچنان اضافه بکنیم. در قسمت نسخه جدید قسمت بالا نمبر نسخه هست که مثل که از اونا 1 و 2 3 بود، این نسخه نمبرش 4 هست و از اون گذشته تر بخش جستجو رو داریم به خاطر پیدا کردن مریض ها و اگر مریض مثلا جدید می باشه میتونیم از قسمت مریض جدید رو اضافه بکنیم. فعلا چون ما مریض قبلا همین پیشتر اضافه کردیم میم همون مریض رو انتخاب میکنیم و بعد از او هم تمام مشخصات دواهایی رو که میخوایم میتونیم از این قسمت انتخاب بکنیم. 12 آپشن داره، میتونیم از هر 12 تا از استفاده بکنیم. مثلا 12 قلم دوا شود. ما اگر بیایم طبق مثال بیایم یکی از اینا رو انتخاب بکنم که یک تابلت باشه و نامش رو هم بیایم از قسمت پایینتر متفورمین انتخاب بکنم، تعدادش رو هم فرض مثال 30 عدد انتخاب بکنم و موارد بعدیش رو مثل دوز و فرکانسیش خودش از قبل وقتی که مثلا ما و شما بیاییم و خود ادویه رو اضافه بکنیم در اون قسمت انتخاب میشه و بخش آخری هم مربوط غذا میشه. یعنی کدام وقت باید دوا نوشجان شوه همون رو میتونن انتخاب بکنن، مثلا بی فرم قبل از غذا، بعد از غذا، در جریان غذا، یا هم بعضی دواهایی هستن که 4 وقت در روز استفاده میشن. پس ما بی فرمول رو انتخاب میکنیم و همچنان هر دوای دیگه که خواسته باشیم میتونیم از قسمت ها انتخاب بکنیم. بلود پرشر و دیگه موارد همینجا موجود هست، مثلا تمپریچر هست و خاطر میزان تب مریض و امثال از این موارد تمام از اینا موجود هستن که با زیر دیگه دکتر صاحب خودشون بهتر میفهمن. و بعد از اینکه تمام از اینا ست شد یعنی چک شد فهمیده شد که این موارد صحیح هست، نسخه هم درست شد، 3 آپشن در قسمت پایین موجود هست. آپشن با رنگ سبز که هست مربوط به نسخه جدید میشه. این نسخه پابرجا میمونه و میره بر روی نسخه جدید و میتونید نسخه جدید ایجاد بکنین. آپشن بعدی قسمت چاپ هست، به خاطر از اینکه روی یک ورق میتونیم برای مریض همین نسخه رو بدیم میتونیم از این گزینه استفاده بکنیم. و آپشن آخر هم مربوط ذخیره هست که ذخیره کردن از این باعث میشه که تا بعدا مثلا فارماسیست های محترم اگر میخواین این نسخه رو انتخاب بکنن یا استفاده بکنن میتونن باز دوباره استفاده بکنن. یعنی یک جایی هست که میره برای از اونا نمایش داده میشه. اگر من بیام میره ذخیره بکنم ببین اینجا میگه نسخه با موفقیت ذخیره شد. بعد از اینکه ذخیره میشه ما میتونیم دوباره همین نسخه رو در این قسمت ببینیم که فارماسیست های محترم میتونن از این قسمت نسخه رو دوباره بیاین ببینن و مثلا دواهایی که نیاز هست رو برای مریض بدن. بخش بعدی هم مربوط به مدیریت ادویه هست. میتونن دواهای خودتان را اینجا مدیریت بکنین که مثلا نام دواها هست، نوعیت دواها هست، نام شرکتشان هست، نام عامشان هست که در بازار زیاد مورد استفاده قرار میگیره، همچنان دوز و دفعات مصرف و مصرف در موقع غذا. همچنان اگر خواسته باشین دلیت و یا هم ادیت کردنش هست که میتونیم دواها را دلیت یا هم ادیت بکنیم. در قسمت بالا افزودن دوا هست، میتونیم دوا را اضافه بکنیم. مثلا هر دوایی که باشه فرق نمیکنه. من از قسمت تابلت را انتخاب میکنم. در قسمت پایینش نام کمپانی را میزنم. بخش بعدیش نامی که یعنی بین مردم یک ذره رواج هست و از هم بیشتر استفاده میکنن. مثلا من گترل میزنم. قسمت بعدی هم مربوط به دوز یا هم مقدارش میشه. من مقدارش را اینجا 2 میلی گرم انتخاب میکنم. خب انتخابش که مثلا شما بتونیم در روز چند بار این مصرف بکنیم را میتونیم از این قسمت انتخاب بکنیم. مثلا من 1 بار در روز انتخاب میکنم و بخش بعدیش هم میایم بیفور میل یا هم قبل از غذا انتخاب میکنم. بعد از او روی افزودن دوا میزنم و دوا جدیدن چی میشه؟ جمع میشه یا هم اضافه میشه در جمع دواهای قبلی و در قسمت بالا نمایش داده میشه که هر بار دوای جدید ایجاد شود در همین قسمت تمام از اینا به نمایش گذاشته میشن. همچنان میتونم تمام دواها را از این قسمت توسط فرمت هایی که هست
یا هم فیلترهایی که هست بیایم انتخاب بکنیم، مثلا تمام تابلت ها باشه، تمام سیروم ها باشه یا هر مورد دیگه میتونیم از اینجا انتخاب بکنیم. یا هم اگر بخوایم تمام دواها رو ببینیم میایم از قسمت که برای همه هست میایم انتخاب میکنم، تمام دواها رو برای من نمایش میده. همچنان از قسمت بالا گزینه سرچ میتونم نظر به آیدی یا همی است که نظر به اسم خود دوا یا اسم شرکتش تمام دواها رو پیدا بکنم و استفاده بکنم. بخش بعدی مربوط کاربران میشه. کاربران در کل به 4 دسته تقسیم میشن. کاربر عمومی یا اصلی ادمن هست. بعد از او کاربر است به اسم دکتر هست که میتونه نسخه ها رو ایجاد بکنه، مریض ها رو ایجاد بکنه و نسخه بده برای مریض ها. بخش بعدی مربوط فارماسیست ها هست که میتونه فارماسیست های محترم از او استفاده بکنن، دواهایی را که دکتر صاحب ها به ثبت میرسانن دوباره فارماسیست های محترم بیاین و او رو بتن مثلا برای مریض. و بخش آخر هم مربوط ریسپشن میشه. از قسمت بالا میتونم تمام کاربرها یا هم تمام کسایی که یوزر هستند رو پیدا بکنم، نظر به اسمشون یا هم نظر به یوزر نیمشون. در قسمت پولو میتونم یک جدید ایجاد بکنم، یک یوزری جدید. مثلا من میام روی اسم زیر علی میمونم و ایمیلش هم ali@gmail.com میمونم. بخش بعدی شماره تلفن هست. شماره تلفنش هم من اضافه میکنم و در قسمت آخر همیره میایم و در بخش پذیرش ثبت میکنم، یعنی یوزر ما در بخش پذیرش یا هم بخش ریسپشن کار میکنه. رمز هم باید برازی بتون، من یک رمز ساده برش میمونم که باز بعدا امکان ازی هست که مثلا رمز او بر خودشان را ایمیل یا هم موارد دیگر را تغییر بدن. بعد از او بیایم روی ثبت کاربر میزنم. بعد از اینکه روی ثبت کاربر بزنم یک کاربر برای من ایجاد میشه و دوباره هر زمانی که من بیایم از اینجا لاگ اوت بکنم دوباره لاگین بکنم، من امکان ازی دارم که انتخاب بکنم بین یوزرها کدام یوزر را میخوایم و همون یوزر فرض مثال هر کسی که هست کامپیوتر خودش را فعال میکنه، میایه و نظر به همون یوزر خودش و پسورد خودش وارد میشه و کارهایی را که خواسته باشه انجام میده. بخش بعدی مربوط فعالیت ها هست. این فعالیت ها تمام گزارش های روزانه، هفتهوار یا هم ماهوار را برای ما و شما نمایش میده که قسمی که پیشتر صحبت کردیم تمام این فعالیت ها گرفته شده از ثبت کاربر، ایجاد نسخه، حذف نسخه یا حذف دوا و امثال از اینا هست که یعنی در کل شما میتونین عمومی چک بکنین تمام آخرین کارهایی که انجام شده در سیستم کدام ها بوده. مثلا اگر دکتر صاحب مریض جدید ایجاد میکنن یا نسخه میتن هم فهمیده شون، یا اگر فارماسیست صاحب تمام از اونها رو چک میکنه و میبینه کدام موارد هست یا حذف میکنه یا کدام کارو میکنه، تمام از اینا چک شوه تا بعدا اگر به کدام مشکل برمیخورین بتونین بفهمین کدام موارد صورت گرفته. قسمت بعدی مربوط تب تنظیمات هست. در تب تنظیمات تمام مشخصات سیستم را میتونیم تغییر بدیم یا همی است که بدلخواه خودمون چنجش بکنیم. فرض مثال در بخش نخست تنظیمات خود سیستم هست که میتونیم لوگوی سیستم را تغییر بدیم. مثلا من اگر بیایم یک لوگو را از این قسمت انتخاب بکنم بعد روی اوپن بزنم لوگو به او رنگ تغییر میکنه. در قسمت پایین میتونیم نام شفاخانه یا هم نام کلینیک را اضافه بکنیم. همچنان شماره های تلفن داره، شماره تماس را اضافه میکنیم و آدرسی که داره را اضافه میکنیم. و بعد از اینکه اونا را اضافه کردیم میتونیم بیایم و در این قسمت اونا رو اد بزنیم. فعلا چون عکس آپلود میشه یک ذره مدت زمان رو میگیره و بعد از او باز همین مشخصات را که فعلا ما شما انتخاب کردیم میتونیم تمامش را ذخیره بکنیم. بخش بعدیش که هست مربوط میشه به پشتیبانگیری. پشتیبانگیری در کل به خاطر زمانی هست که ما شما بخوایم یک بکاپ یا هم ریستور از سیستم خود داشته باشیم. بکاپ گرفتن همانا زمانی هست که ما میخوایم دیتاهای خود ما را بکاپ بگیریم، پیش خود محفوظ بگیریم و اگر مثلا کدام وقت به مشکل یا هم به کامپیوتر ما و شما کدام مشکلی ایجاد میشه بتونیم دوباره پس اونا را اپلود بکنیم. به بسیار راحتی میتونیم تمام موارد را ببینیم، پشتیبانی کامل یا هم تمام بخش ها، پشتیبان نسخه ها یا اگر بخوایم فقط از نسخه ها یک بکاپ بگیریم، پشتیبان مریضان اگر بخوایم فقط از مریض ها یک بکاپ بگیریم یا هم پشتیبان دواها که از تمام دواها یک بکاپ گرفته شود. اگر ما بیایم روی قسمت کلیک بکنم برای ما یک پشتیبان و من حیث فایل جیسون ثبت میشه و بعد دوباره اگر بیایم امور اضافه بکنم به بسیار راحتی میتونم کار خودم پیش ببرم. اگر من بیایم این قسمت را کلیک بکنم باز فقط امور میایم بازیابی میزنم و اگر کلا سیستم خالی هم باشه دوباره میاد دیتاهای گذشته مرا به او اضافه میکنم و میتونم از اونا استفاده بکنم. قسمت بعدی مربوط اطلاعات پروفایل میشه، یعنی یوزر را که فعلا ما و شما ایجاد کردیم از خودش استفاده میکنیم همان یوزری بود که در بخش کاربران ما و شما ایجاد کردیم. بخوایم اگر تغییرات برای از ایجاد بکنیم میتونیم اضافه کردن عکس یا حذف کردن عکس را استفاده بکنیم. همچنان نام کاملش را تغییر بدیم، نوعیتش را که ادمین هست یا مثلا دکتر هست یا فرض مثال فارماسیست هست میتونیم انتخاب بکنیم. ایمیل و نمبر تلفنش رو هم میتونیم از همین قسمت چنج بکنیم. و بخش آخر مربوط امنیت میشه.
زمانی که ما و شما اطلاعات پروفایل خود ما را ست کردیم یا درست کردیم و بخوایم رمز از یا پسورد از چنج بکنیم، و بسیار راحتی میایم ما پسورد سابقه را میزنیم و پسورد جدید را هم در دو جای بعدیش میزنیم و بر روز رسونی میزنیم. پسورد جدید را که خواسته باشیم اپلود میشه و کار ما تمام هست. خب این بود یک معرفی عمومی و کامل از پرسکریپشن سیستم که بر شما تشریح کردیم. امیدوار هستیم خوش شما بیاید.